در این اپیزود به معرفی گروه نظامی واگنر که به ارتش سری پوتین معروف است پرداخته‌ایم. شرکت‌های خصوصی نظامی یا ارتش‌های شخصی به شرکت‌های مسلحی گفته می‌شود که از کنترل دولت‌ها خارج بوده و توسط افراد غیر دولتی اداره می‌شوند. در برخی از کشورها نیروی پلیس ماهیت خصوصی داشته و یا در حال واگذاری به شرکت‌های خصوصی می‌باشند. یکی از دلایلی که کشور ایالات متحده آمریکا متهم به جنگ افروزی در جهان می‌شود، وجود و نفوذ این شرکت‌های خصوصی در امور نظامی این کشور است. شرکت‌های مانند هالیبرتون و شرکت اسلحه سازی لاکهید مارتین از این جمله از شرکت‌ها میباشند. گفته می‌شود شرکت بلک واتر که در حال حاضر یکی از شرکت‌های حاضر در عراق و افغانستان است، یکی از قدرتمندترین ارتش‌های خصوصی جهان را در اختیار دارد. گروه واگنر که از آن به عنوان ارتش خصوصی واگنر نیز یاد می‌شود، یک گروه شبه نظامی یا شرکت خصوصی نظامی است که به طور غیر مستقیم با ارتش روسیه همکاری نظامی دارد. این گروه با استخدام نیروهای داوطلب در جنگ‌های نیابتی شرکت می‌کند. جنگ‌های نیابتی یا جنگ وکالتی به جنگ‌هایی گفته می‌شود که دو طرف درگیر به طور مستقیم با یکدیگر وارد جنگ نمی‌شوند و با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از گروه‌ها و یا کشورهای دیگر به منظور پیشبرد اهداف نظامی خود استفاده می‌کنند. این گروه اولین بار در سال 2014 تشکیل شد و با ارتش روسیه در الحاق کریم به روسیه همکاری کرد. همچنین در این سال با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در منطقه لوهانسک اوکراین وارد جنگ شد. بنابر گزارش‌ها، دیمیتری والریویچ اوتکین، کهنه سرباز جنگ اول و دوم چچن، این گروه را تأسیس کرد و در حال حاضر یوگنی پریکوژین مدیر و یکی از سهامداران اصلی این گروه است و از نزدیکان ولادیمیر پوتین به شمار می‌رود. منشأ انتخاب نام گروه ناشناخته است، اما برخی میگویند نام این گروه از علامت فراخوانی اوتکین که یکی از فرماندهان ارشد و مؤسسین این گروه بوده است گرفته شده است. او علاقه خاصی به ریچارد واگنر، آهنگساز آلمانی داشت. واگنر مورد علاقه آدولف هیتلر نیز بوده است. از این رو برخی معتقدند که او یک نئونازی است و به گزارش اکومونیست چند خالکوبی نازی نیز دارد. بر طبق گزارشات در اوایل سال 2016 واگنر 1000 کارمند داشت که این تعداد در اوت 2017 به 5000 نفر و تا دسامبر 2017 به 6000 نفر افزایش یافت. گفته می شود این سازمان در آرژانتین به طور رسمی ثبت شده است و همچنین دفاتری در هنگ کنگ و سن پترزبورگ دارد. بر همین اساس بودجه واگنر در سال 2017 به میزان 185 میلیون روبل یا 3.1 میلیون دلار برآورد می شود. اعضای گروه واگنر را روس‌ها، اوکراینی‌ها، ارمنی‌ها، قزاق‌ها و مولداوی‌ها تشکیل می‌دهند. این شرکت پرسنل خود را در یک مرکز وزارت دفاع روسیه در خاک این کشور آموزش می‌دهد، ولی این پادگان به صورت رسمی با وزارت دفاع این کشور در ارتباط نیست. پرسنل به محض ورود به پادگان دیگر مجاز به استفاده از شبکه‌های اجتماعی نبوده و اجازه دسترسی به اطلاعات آزاد را در زمان دوره آموزشی ندارند. آنها همچنین اجازه ندارند مکان خود را به کسی بگویند. دستمزد پیمانکاران نظامی خصوصی واگنر که معمولاً نظامیان بازنشسته آن را تشکیل می‌دهند، بین 80,000 تا 250,000 روبل در ماه تخمین زده می‌شود. ناظران روسی و غربی بر این باورند که این سازمان در واقع به عنوان یک شرکت نظامی خصوصی وجود نداشته و فعالیت نمی‌کند، بلکه در واقع شاخه‌ای پنهان از وزارت دفاع روسیه است که در نهایت به دولت روسیه گزارش می‌دهد. این شرکت پایگاه‌های مشترک با ارتش روسیه داشته از خدمات بهداشتی و هواپیماهای نظامی ارتش روسیه استفاده می‌کند. اعلام شده که گروه واگنر در درگیری‌های زیر مشارکت داشته است: جنگ داخلی دوم لیبی، انقلاب سودان، سرکوب انقلاب ونزوئلا، شورش در کابو دلگادو، قتل عام روستاییان در آفریقای مرکزی، حمله 2022 روسیه به اوکراین، کمک به جدایی طلبان شرق اوکراین، مشارکت در جنگ چچن، سرکوب انقلاب سوریه، جنگ داخلی اول لیبی، جنگ داخلی سودان، جنگ داخلی آفریقای مرکزی. دولت‌ها و نهادهای غربی بارها این گروه را به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر متهم کردند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز گفته است
این گروه مرتکب جنایات زیاد و نقض حقوق بشر در مناطق تحت عملیات خود شده است. آمریکا این گروه را به عنوان یک گروه فراملی جرایم سازمان یافته تلقی می‌کند. جرایم سازمان یافته از جمله جرایمی به حساب می‌آید که گروه‌های فراملی از طریق شرکت‌های نظامی خصوصی وارد شده و سعی دارند از راه‌های غیرقانونی کسب پول و منفعت بکنند. مسئولان گروه واگنر و نهادهای وابسته به دولت و ارتش روسیه که با این گروه همکاری می‌کنند، همواره این اتهامات را رد کرده و آن را در راستای تضعیف این گروه می‌دانند. این گروه از ژوئن 2017 در لیست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد. اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای در دسامبر 2021 این گروه و 5 فرد و 3 نهاد مرتبط با آن را تحریم کرد.